میخوایم ببینیم چطور یه امپراتوری جدید فقط تو 1 سال اینطوری قدرتمند شد. با همین طرز فکر، صلح قدیمی از بین رفت و 1 سال پر از جنگ و خونریزی شروع شد. فقط تو 1 سال 4 فصل کافی بود تا نقشه دنیا با شمشیر از نو کشیده بشه. خب بریم سراغ بخش اول. همه چیز با یه لشکرکشی بیرحمانه به سمت غرب شروع شد. تو این لشکرکشی مرز امپراتوری خیلی سریع صدها کیلومتر به سمت غرب پیشروی کرد. یه حمله برق‌آسای 6 ماهه و خونین. قدرت‌های قدیمی اصلاً نتونستن جلوش مقاومت کنن. بعد از غرب حالا نوبت جنوب بود. امپراتوری میخواست دریاها رو تحت کنترل خودش در بیاره. خواهرزاد شاهنشاه مسی شیر آزاد شده از قفس مأمور ساختن یه امپراتوری روی آب شد. باور کردنی نیست. تو کمتر از 1 سال یه نیروی دریایی قدرتمند عملاً از هیچ ساخته شد. برای کنترل کامل دریا، یه قانون اقتصادی جدید و خیلی سرسختانه گذاشتن به اسم قانون 1/10. خب اگه کسی جرأت میکرد از این قانون سرپیچی کنه، چه اتفاقی براش میافتاد؟ با مجازات وحشیانه یک کشتی عمانی یه درس عبرت حسابی به بقیه دادن تا دیگه کسی مخالفت نکنه. اما این همه لشکرکشی و جنگ پول میخواست. باید یه راه انقلابی برای تأمین بودجه پیدا میکردن. و اینطوری بود که شرکت سهامی ملی ققنوس به وجود اومد. اولین شرکت سهامی ملی در جهان. مردم طلاهاشون رو با سهام این شرکت عوض کردن. اینجوری ثروت مردم و دولت یکی شد. این موتور اقتصادی جدید یه چرخه قدرتمند از فتح، تولید و سودآوری رو به راه انداخت. پس در عرض فقط 1 سال یه امپراتوری هم روی زمین، هم روی دریا و هم تو اقتصاد ساخته شد. تعادل قدرت کاملا به هم ریخت. نظم قدیمی از بین رفت و یه قدرت جدید حاکم منطقه شد. اما این جاه طلبی بیرحمانه یه جواب قدرتمند هم داشت. خلیفه اموی اعلام جهاد کرد. یه امپراتوری به دنیا اومده، ولی آیا دنیا اجازه میده که زنده بمونه؟ جنگ بقا تازه شروع شده.